قرار معلومات ما دینی قرارگاه دو تانکر تیل وجود داره. اگه بتانیم این دو تانکر تیل از بین ببریم، تحرکات دشمن در قلعه جود متوقف میشه. پلان شما چیست؟ قبل از طلوع آفتاب همگی در نزدیک هدف جای به جای میشیم. مجاهدین ما از طرف شرق میرن و از طرف غرب دشمن از زیر آتش میگیریم تا توجهشون منحرف شود. امریکاییست؟ کاربردش مهم است استاد. یک امریکایی باشه یا روسی فرقی نمیکنه. همراه یک نارنجک کار میکنه، اما باید توسط کسی انداخت شود که هدف در فاصله 200 متری در دفعه اول بزنه. بعد از او با آرامش کامل نارنجک دومی و تانکر دومی. ما سه نشانه‌زن خوب داریم و شمول خواهر ماسیما. این عملیات مجاهدین یک قدم به پیروزی نزدیکتر می‌سازد. من شاید بتونم کمک شما. محمد هستم.